سلام علیکم، خوش آمده برادر عزیز به برنامه ما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز و سلام علیکم به تمام تماشابینان برنامه شما و الحمدلله موفق شدیم که در برنامه شما هم اشتراک کنیم. همین 5-6 مرتبه همین نیت داشتم که به یک برنامه شما وارد شوم و صحبت کنم و در این موضوعی که شما مطرح میکنید اندیشه ها و نظرهای خود رو گفته باشم. و چند ساعت پیشم برای شما هم یک پیام واسطه فیسبوک فرستادم در عموم که موضوع شما چی است و گفتید که موضوع کمبودی تاجیکستان و سرجمی مخالفان و انشاءالله گفتم خوب است چون نیت داشتم که در یکی از برنامه های شما اشتراک کنم و پیشترم گفتم که میخواستم بیشتر یعنی که پیشتر وارد این برنامه شما شدم مثلا هفته گذشته، ولی هر وقتی که شما برنامه میکردید واقعا من در سفر بودم یا در داخل ماشین یا در داخل اتوبوس، در هر جایی که امکان نبود و امروز روز استراحت است و توانستم که و خیلی خوشبختم هستم که در یک برنامه شما اشتراک میکنم. بفرمایید اگر یگان سوال باشد یا اگر اجازه باشد بگذار در این موضوعی که شما مطرح کردید صحبت میکنیم. بله برادر عزیز، سوال همین است که ما مخالفین بگیم که کی ما با یک قدم دیگر پیشتر میریم. مثال ما میبینیم مینوس های حکومت که مهاجران کمک نمیکنند، درباره مهاجرین بگیم که صحبت نمیکنند، میآیند به این یک ماه اخیر ما ندیدیم که یک بگیم حکومتدار تاجیکستان درباره مهاجرین صحبت بکنه که سبب در چی است که مهاجران ما لط و کوب میشوند، بگیم دیپورت میشوند. این چیزا باید که حکومت برای روسیه طلب بکنه. ولی که یک هفته 2 هفته قبل بود قرغیزها را در یک بگیم در بنیه قرغیزها بگیم خیلی ناعدالتی ها شد، بگیم قرغیزها صدا بلند کردند. سبب در چی باشد که حکومت ما برای مهاجرین یگان کار نمیکنه که مهاجرین ما بگیم 40 تا 60% بودجه دولت بگیم که مهاجران میچرخونند. برای چی؟ مثال مهاجر پولش خوبه خودش گنده. نه بله درباره همین چیز اگر صحبت میکنیم خوب میشه. بله، یک سوال خیلی جدی و مهم است که وقتی که ما درباره مهاجران صحبت میکنیم همیشه همین سوال پیش نظری هم بیننده و پیش نظری هم تحقیقاتگر و پیش نظری تمام نفرانی که میخواد درباره مهاجران صحبت کنند همین سوالی مطرح میشود، چون واقعا سوال جدی و مهم است. و ببینید که تاجیکان واقعا در روسیه شاید از مهاجرانی باشد که حقوق آنها همیشه مثلا در روسیه پایمال میشود. خیلی که شما گفتید دیگر ملت ها مثل حتی همون همسایه کشوری ما قرغیزها و ازبک ها از تاجیک ها دیده حقوق آنها گویا که در یک سطح بالاتر است، زیرا که حکومت آنها حمایت از مردم خودش میکند و شما هم درست گفتید که همین سبب اساسی نقص حقوق مهاجر در روسیه این حمایت نکردن خود حکومت جمهوری تاجیکستان است. ببینید که حالا هزارها نفر در جنگ اوکراین تاجیک های ما هموطن ما با همکاری روسیه یا با همون نوشتن سازشنامه در جنگ اوکراین ضد اوکراین جنگ میکنند. ببینید که زیاده از هزارها نفر. ببینید که دیروز یک قانون طرحنویس سیاه از جانب روسیه پیشنهاد شد که تمام مهاجران باید DNK سپارند و بسیاری از کشورها برای همین سپردن DNK علاقه یک با روسیه مثل یک نوت اظهارات ناراضگی فرستادند که من نمیخوام که ملت من مثلا قرغیز ازبک برای شما DNK سپارد، زیرا که DNK سپردن این تمام معلومات یک نفر رو نه تنها یک نفر رو بلکه تمام خویش و اولاد و پدر مادر آن رو دسترسی پیدا میکند. وقتی که یک مهاجر DNK میسپارد برای گرفتن پتنت یا برای کار رفتن، حالا همین طرح اگر شما خبردار داشته باشید هفته گذشته همین طرح سیاه‌نویس برای پارلمان روسیه وارد شده است و خدای نخواسته اگر هفته آینده یا بعد از چند هفته این طرح اگر عملی شود و این به قانون وارد شود تمام مهاجران زیر خطر میمانند و بسیاری از کشورها به این اعتراض کردند غیر از تاجیکستان به خاطر آن که به خاطر چی همین تاجیکستان اعتراض نمیکند. حکومت جمهوری تاجیکستان، رژیم امامعلی رحمانوف و منصبداران تاجیک وظیفه‌دار هستند که مثلا موقع
آوازم هست. بله دوست صدا خوب یک است. انقدر میبخشید، یعنی موقع خودشون در همین پدیده های منفی نمیگویند و خاموشی رو اولا میدونند، به خاطر آنکه در همین وقتی که انتقال قدرت در تاجیکستان صورت گرفته ایستاده است و خودی روزگی روسیه برایشون لازم است و خیلی مهم است که روسیه برای انتقال قدرت آوردن رستم امامعلی به جای امامعلی رحمانوف که فرزند امامعلی رحمانوف است، از همین سبب اساسی در همین است که امروز مثلا حکومتداران ما بخصوص رهبریت جمهوری تاجیکستان با سرداری امامعلی رحمانوف همین نامعقولی‌هایی که در روسیه میشود نسبت مهاجران تاجیک خاموشی رو اولا میدن. ببینید که برای یک نفر که بیاید پرزیدنت شود هزارها میلیونها نفر باید چیکار کند؟ عذاب کشد. اصلی گپ در همین است. اصلی گپ همین است که روسیه خفه نشود، بگذار تاجیک در جنگ اشتراک کند، بگذار تاجیک را سکن خنها بزند، بگذار تاجیک بمیرد، بگذار تاجیک را DNK بکنند، ولی باید حکومت جمهوری تاجیکستان با سردار امامعلی رحمانوف خاموش بشود به خاطر آنکه مثلا ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین یا حکومت روسیه خفه نشود. اگر خفه شد اون اوکی که آنها باید دسترس کنند و روزگی آنها که برای رسیدن به منصب پرزیدنتی رستم امامعلی مانعی نشود. برای همین سالهاست که حکومت جمهوری تاجیکستان همین خاموشی رو اولا میدونند که واقعا این یک خیانت است. این نه تنها خیانت، شاید بالاتر از خیانت است من این را حساب میکنم. و وقتی که من خودم بعد از همین چیزا رو تحقیق کردم دیدم و به همین نتیجه آمدم که فقط به خاطر یک نفر، به خاطر رستم امامعلی حکومت جمهوری تاجیکستان خاموشی را اولا میدونند. برای همین مردم و ملت بداند که به خاطر یک نفر میلیون ها نفر در عذاب، در رنج و در همین نقض حقوق بشر در روسیه گرفتار شده است. بله درسته که برادر عزیز واقعا هم همین طور هست. دیگر خیلی نمیبینیم، فقط همین خیلی میبینیم که برای یک روزگی روسیه امروز این مهاجرات تحقیر بگیم لطا کوب میشوند، یک نفر صدا بلند نمیکنه از حکومت ما. این همین است که من میگم که حکومت ما بگیم که میترسه روسیه، صدا بلند نمیکنه. اگر یکون چی میگه مهاجرین کلام بگیم که روان میکنه. رحمانوف خیلی ژیرینوس که گفته بود که اگر شما بگیم به ما ناتوغوری بشین ما همین خیلی خویتون نگذاریم طالبا ایس میویا نمیدونم ایس ما مهاجراتون روان میکنیم که مثال رحمانوف در پیش سامانی دار میکشن. واقعا هم همون خیلی میشوه اگر بگیم که یک مردم مهاجر بگیم کلان دیپورت بکنن یا که فضا را آزاد در تاجیکستان بگذارن یا که طالب میدرویه یا که نمیدونم مهاجران که برگشتن بگیم که یک کاری میکنن دیگه مردم. به همین خاطر دیگه رحمانوف صدا بلند نمیکنه. همین خیلی که یگان گپ نیست نمیشنوه. ما با این روزها چندین بگیم که نوارها را میاریم که چند نوارها آوردیم، بعد چند طرفدارای رحمانوف هم اومدن گفتن که دوجه تاجیک نبود خیلی من دیگه راستیش ایس پس اما بگیم که نوارهای پیدا کردم که میارش میگه تاجیکی میگه ها، بعد هوای خلیش هم میمونم که مثال بفهمم. برای همین ببینید که همین آخرین سفری که امامعلی رحمانوف بر روسیه انجام داد بعد از سازشنامه بین تاجیکستان و قرقیزستان نسبت به مرزهای دو کشور و بعد از یک روز یا دو روزش امامعلی رحمانوف رفت به روسیه و وقتی که در دوشنبه یک تئاتر به نام مایاکوفسکی ساختن آغاز کردن و همونجا پریمای ایفل نشان دادن و خود همون رستم امامعلی با زبان روسی از خود پوتین اجازه گرفت که آیا شما اجازه میدید که من در همینجا تئاتر بسازم و گفت که разрешаю. این خیلی مثلا این ببینید که حتی همین تا درجه مثلا وابسته به همین شده است که همونها رو مثلا خواجه خودش، همونها رو راهبر خودش میدوند، گویا که اینها همین دولت و دولتداری واقعا به یک کالخوز مثلا به یک کالخوز مثلا وابسته یک کالخوز کرده موندن که گویا که مثلا اینها یک راهبر یک کالخوز باشد و اون راهبری مثلا یک کلانترشون در بیرونتر و از آنها باید برای ساختن تئاتر، برای ساختن مکتب، برای نمیدونم ساخت کتاب گرفتن، کتاب‌های روسی گرفتن باید از اون خواجهشون مثلا باید اجازه گیرن. خودشون هم در همینجا مستقلیت خودشون زیر خطر گذاشتن که و همین زیر
خطر گذاشتن مستقلیتشون در تمام دنیا نشان دادن با رحمان فهم در اونجا با یک افتخار گفت ببین من مولی که تیار کردم برای تو پسند میآید یا نه و با اونجا مثلا با یک زبان روسی حرف زد که ما در اینجا تئاتر مثل آیا شما اجازه میدهید فی разрешаю برای همین خیلی علاقه همین چیز دیگر به معنای آن داشت که واقعا رحمانوف خیلی کوشش کرده ایستاده است که همون اوکی رئیس جمهوری روسی رو بگیرد و اجازت بدهد که فرزندش رئیس جمهوری تاجیکستان بشود و برای همین خاموش بودن یا وقتی که ببیند که واقعا تاجیک‌ها خیلی عذاب کشیده در مرز در خود تمام مرزها چه مرز قزاقستان باشد چه مرزهایی که با هواپیما میاد در ایرپورت ها تاجیک خیلی عذاب میکشند خویشاوندان من بسیار مثال های دارم که حتی از نزدیک های خودم که قصه میکنند که 4 روز و 5 روز تا 7 روز و 8 روز در بی طعام بی یگان آب برای بی یگان گناه آنها رو بازداشت میکنند در یک تفریحگاه نگاه میکنند یگان کارمند تاجیکستان یگان کارمند سفارتخانه نمیباید که حداقل احوال آنها رو بپرسد و به خاطر چه بازداشت شدن به خاطر چه آنها رو تفتیش کردن به خاطر با کدام قانون با کدام بگویم اساسهای قانونی مثلا آنها رو تفتیش میکنند و خیلی ببینید که فقط تاجیک در همینجا عذاب کشیده است و همون وقتی که نزدیکای من یا دیگر مردم خبر میدهد خیلی تعدادی مثلا قرغیز یا ازبک یا قزاق کم است و بیشتر همین مصیبت هایی که در روسیه گرفتار شده است افسوس که این مردم و ملت من شما است و سبب اساسش هم خیلی گفتم خود حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروز خاموش رو به خاطر یک نفر اولا میدونند. خب تشکر زیاد برادر عزیز ما خیلی شاد هستیم که شما در برنامه ما هستید. من چی گفتنیم من میخوام که مردمی ما مخالفین نمیخوایم ما ببرویم بگیم صحبت بکنیم ما که یگان مشکلی نداریم بین خودمون مخالفین پروسته اینجا حکومتی ها میان میگن که مقصد یگان چیز میگن ده شما ناطقوری هستید نمیدونم یا که به محیدین کبیری یا که رب میتن یا که نمیدونم به محمد اقبال یا به نمیدونم به اشورف یا که بر همینا ما همه خوبیم الحمدلله. تنها گفتی برادر که وقتا مناسب نیست مردمی که در اروپا هستن کم انسان ها به مثل من بیکارن دیگه انسان ها بگیم که از قفای کارن وقتی که اروپا میاد زندگی اینجا کلن دیگه مردمی بگیم که طرف ما را تماشا میکردگی فکر میکنن که اینا هم میخرن خوان نه اینجا یک پروسسی چه داره اروپا وقتی ساعتش میاد دیگه بگیم که وقتی سرخوری نمیوی دیگه باید برای قفای کار بشه درس یا کار یا مثال همین خیلی است که مردم ما نمیتونن در یک وقت بگیم در برنامه ها پیوست بشن و بگیم صحبت بکنن اگر نه یگان مشکلی نیست ما اینا با برادر یا خوب جان یا که دیگر برادرایی که هستن از پیمان یا که نهضت ما یگان مشکلی نداریم ما وقت بیاوم منم انشالله که در برنامه های اینها میام یگان مشکلی نیست راست اگر ما همه بیایم این همه فتنه هایی که در بین ما میارن بگیم میدازن این چیزها گم میشن در بین ما من میدونم که چند نفرها هستن که با حکومت همکاری دارن همونا هم اصلا همین فتنه ها را میکارن ما دعوت همین است که میخوام که همه این مخالفین یکتا بیاین بگیم در برنامه ها اشتراک بکنیم که همین فتنه ها ای بین بروند ما انشاءالله وقت ساعتش میاد که هممون یک جا میشیم پراسته من کمی سراسیمه هستم نه که من میدونم که ما روزش میشوه که همه این مخالفین فرق نداره دو جان اتاقلوف نهضت 24 همه پارتیزان تا حتی همی بگیم که استانایف ما هممون میتونیم که برای خاطر وطن مادرمون برادر بشیم و رحمانوف بگیم که به رحمانوف دست بگریبان بشیم پراسته اولی همون روز نه آمده است ما اگر همون روز بیایم مطمئن باشه مردم تاجیکی ما در بین ما یگان مشکلی نیست اگر گفتی دیگر یک چند برادرها اگر ما رنگ سگ پیشک هم بزنیم با جاش بیایم ما برادریم ما تنقید کردن نمیدونم یک کسی یگان چیز گفتن این کاری ما هست ما باید این چیزا بکنیم به همین خاطر من خیلی شاد هستم که برادر عزیز شما در برنامه ما اشتراک کردید
саломат бошед. Мо ҳамеша дар хизмат ҳастем ва ин ҳарфҳои шумо воқеан ҳарфҳои пурбаҳо ҳаст ва ман бовар дорам ки мухолифо мехоҳем намехоҳем сарҷаманд ва сарҷам хоҳанд шуд. Фақат талаби ман, хоҳиши ман аз ҳама бародаро ин аст ки дар вақтҳои баромади худашон барои мин таҳқир кардан нисбати якдигар агар иншаалло анҷом надиҳанд ва баъзан ҳамин чизо дида мешавад, шояд аз рӯи эҳсосот бошад, шояд аз рӯи нафаҳмидан бошад. Ман инҳоро ҳеҷ гоҳ гумон намекунам ки ин як масалан сенариодор ё ба як мақсаду ҳадаф ин корро анҷом шавад, вале шояд ки ба эҳсосот гирифтор мешаванд, шояд баъдан таҳқир мекунанд. Албатта нисбати манам чанд маротиба ҳамин ҳодисаҳо шудааст ва албатта ман ҳамаи онҳоро бахшида ҳастам ва суҳбат ҳам кардам ва фақат хоҳиши ман ҳамин аст, хеле ки яке аз устодони бузурги динии мо, масалан яке аз шайхҳои бузург гуфтааст, мо то он вақте ки аз ғуломии шаҳват, аз ғуломии кину ҳасодат, аз ғуломии тӯҳмату бӯҳтон озод нашавем, худамонро дар ҳамин майдон ғолиб накунем, яъне ки масалан мо ин кинаву қудратро яксу нагузорем, аз ин ғуломӣ озод нашавем, дар назди душман, дар назди ягон майдон пирӯз намешавем. Бояд ки мо аввал худамон дар ҳамин яъне ки тӯҳмат накардан, кинаву қудрат накардан, бӯҳтон накардан, яъне аз ҳамин агар мо озод шавем, шояд бовар кунед мо дар тамоми майдон ғолиб хоҳем шуд. ва барои ҳамин ман аз ҳамаи бародарон, ман бисёр гуфтаниҳо зиёд аст, агар мо бихоҳем ки мисалан як камбудӣ як бародарро, як мухолифро бигӯем камбудӣ доранд ва ин камбудиро мо ҳам метавонем ки бо як васия аз як паша фил созӣ ва онро дар эфир ё дар якҷо бигӯе, вале аз ин ҳеҷ кас манфиат намегирад ва аз ин ҷаз ҳеҷ кас розӣ ҳам намешавад. Ва барои ҳамин беҳтар аст ки мо ҳамеша якдигарро эҳтиром дошта бошем ва бо як махсусияти бародариву додарӣ муносибат дошта бошем. Ва ман фикр мекунам ки сарҷамии мо ҳамеша дар як нуқтае гирифтор аст ки бо як хуштак каштан вақте ки як ҳодиса як коре мешавад, мо ҳамо сарҷам хоҳем шуд ва ҳар мухолиф ки як результат нишон медиҳад, масалан ҳамин гурӯҳи 24 бо як тухм масалан роҳбари худкомии Тоҷикистон Эмомали Раҳмонов бизад, ҳатто мошинаш бизад, ҳама хурсандӣ кард, ҳамин як чиза результат донист ва дастгирӣ ҳам кард ва ба хотири он ки дар дохили Тоҷикистон як ангезаи мардум, бедоршавии мардум ба вуҷуд омад. Воқеан бубинед ки баъд аз ҳамин ҳодиса чӣ қадар масалан ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои интизомӣ бародарои мо, хоҳарои мо, падар, модар, наздикои моро гирифтанд аз 6-ум отдел, 7-ум отдел ё ба мақомотҳои шӯъбаи корҳои дохила ё ба амният бурданд, наворгирӣ карданд. Масалан модари шумо ба фикри ман агар ман хитоб модари шумо ҳам дидам ки бо як хуб дигар маълум аст ки онҳоро наворгирӣ карданд, ё масалан амакҳои ман ҳатто хонаи он, яъне ки ҳамин вақте ки диданд ки мардум ба ҳамин чиз бедор шуд, ангезаи мардум ба мардума тарсонидан, ҳамин корро анҷом дод. ва бубинед ки ҳозир наҳзати исламии Тоҷикистон як саволи дигар ба миён меояд. ҳаминчунин ки мисол шумоҳо мисол Раҳмоновро ба гага спориде, бо ҳамин вална мисол як бори дигар намеояд ба сари ҳамин мухолифин, мисол бо ба сари ҳамин падару модар, ба сари хештаворо рафтаву бигем бо ҳамин навор кардан айрахшон бигардан ҳамин чизо бо эҳсос мешаванд. бале, хеле гуфтам, ман пеш аз ҳама пеш аз ин савол ба ҷавоб додан ҳамин нуқтаи фикрам адо кунам, яъне ҳамон результате ки бародарони гурӯҳи 24 анҷом доданд ё ҳадафе ки анҷом доданд, ин масалан ифтихори ҳамаи мани шумо аст. бигзор он гӯё ки хашинтар шуд, вале он хашинтар шуд ё нохашинтар шуд вақте ки дар дохил мардум бедор шуд ва гуфт ки бубинед ки мухолифо Раҳмоновро бизад ва нагуфт ки мошинад бизад, зад, гуфт масалан тамом. Ин барои ҳамаи мо барои ифтихор. Имрӯз наҳзати исломии Тоҷикистон ба додгоҳи байналмилалӣ гага Раҳмоновро бикашид ва шикояти расмӣ. ин ифтихори ҳамаи мо шумо аст ва воқеан ин як результати ҳамаи мо шумо аст ва аллакай оғоз шудааст ки дирӯз 2-3 нафар дар инҷо фақат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хеле кӯшиш карда истодааст ки ҳамонҳое ки делаи онҳо, кейси онҳо, парвандаи онҳо зидди Раҳмонов ба гага рафтааст, он зиёда аз 60 нафар ҳаст ва бисёриҳо на танҳо бо наҳзати исломии Тоҷикистон инфиродӣ ин делаҳо рафта истодааст ва онҳо
در حال حاضر خیلی کوشش کرده رسانه که همین نفرها رو بیابند و خانواده آنها رو مثلا زیر ترس و زیر همین نوار گرفتن و زیر شکنجه گرفتار کنند که بگویند که گویا که دلهای ما از نو چپه بگیرند و یک عریضه نو یا یک عریضه نو به دادگاه فرستند که گویا که همین ساخته است و بافته است. و از این جهت ما الکی این خبرها رو گرفتیم و الکی دو سه نفر اگرچند آنها پرونده ندارند الکی آنها رو بگرفتن به همون خیلی گفتم به کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به مقامات دولتی رسانیدند و شکنجه علاقه آغاز شده است و این معلومات هم دیروز در پایگاه اجتماعی از جانب بزرگمهر جمشید یاروف که فوند بزرگمهر راهبری میکند اون علاقه رسانه‌ای کرد و من فکر میکنم که معلومات ها در این تا هفته آینده زیاد میشود و این حتما رسانه‌ای میشود و این والنه‌ای که شما گفتید حتما میشود چون که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ باور نمیکرد که مخالفات تا این حد خواهند رسید و هیچگاه باور نمیکردند و ببینید که همین به دادگاه کشیدن رحمانوف سطح مبارزه ما رو چند رده بالا برد. حالا ببینید که همین کار یگان مخالفان منطقه‌ای ما حتی از سابق اتحاد شوروی نکرده است. بله پوتین را به دادگاه کشیدند. پوتین را کی کشید؟ پوتین را کشور اوکراین یک کشور ضد کشور داد. بلاروس هم کشور لیتوا داد. همون اینها هم اپوزیسیا دارد. اپوزیسیا روس هست، اپوزیسیا بلاروس ها هست. اینها قدرت و توانایی پیدا نکردند که همون رهبر دیکتاتوری خودش رو به دادگاه بکشند. البته کشورها کردن خوب است چون آنها رو کشورها حمایت میکنند. ولی ببینید که مخالفان تاجیک معنی شما به یگان یاردم یگان کشور به یگان یاردم یگان دولت مخالفا خودش همین کار کرد. یک دولت این کار نسبت یک دولت کرد، ما یک کار کردیم که دولت کارش کردیم. یک کار خیلی کلان است که باید دولت برای یک دولت برای یک حکومت این خیلی کار آسان است. اونا هم مبلغ دارند، هم مثلا حقوقشناسای بین الملل دارند، ولی همین کار رو ما و شما مخالفان تاجیک کردیم و اینا ببینید که الکی در تمام رسانه ها گفته می شود که مخالفان تاجیک همین کار رو کردن و این الکی مبارزه ما رو به یک سطح بلند میرساند و انگیزه در داخل انگیزه بیدارشی مردم برای بیدارشی مردم خیلی تاثیر مثبت دارد. الکی مردم گفتگو دارند که مخالفان تاجیک در خارج به دادگاه بین المللی امالی رحمان رو کشیده است. یعنی خلاصه ما ببینیم که این انشالله یک اقدام شد، یک عمل شد که در تمام جا شما در کنفرانس شما در هر جایی که میخواهید با یک افتخار در این بار صحبت میکنید و انشالله وقتی که ما کنفرانس های بین الملل میریم اینا با یک افتخار انشالله میگوییم و این واقعا سطح مبارزه ما رو به یک سطح بالا میرساند و دیگر قدم هایی که جدیتر از این انشالله میشود. همین اقدام ما همین عملی همه من شما که رحمانوف رو به دادگاه کشیدیم این مثلا کمک رسان خواهد شد که یگان کشور یگان دولت ضد یگان مخالفا انشالله یگان اقدام منفی یا پدیده منفی نخواهد کرد چون الکی ما تمام قدم های حقوقی رو قدم به قدم الکی تا آخر رفتیم و بعد از این دیگر قدم هایی که جدی هست آن رو انشالله با همه ما و شما مخالفا انجام خواهیم داد. شکر برادر عزیز. به فکر من دیگر برآمد کننده هم هست و آنها رو انتظار نکنید. سلامت باشید. من انشالله در خدمت شما هستم و در دیگر برنامه شما هم اشتراک میکنم انشالله. شکر زیاد. خدا نگهبان. ما خیلی شادیم که برادران مخالف شما میپیونده با ما. مثال ما چشم دشمن انشالله که کور میکنیم وقتی که بین همدیگر میبریم صحبت میکنیم. من با یگان انسان مشکلی ندارم. اگر مشکلی هم داشته باشم من همیشه صغیره هستم که میبرم به همون انسان بگم که علاقه میکنم همون مسئله را مطرح میکنم. مثال به خدمت سوال میتیم جواب میگیریم کار من در برنامه نمیبرم یک نفره بگم نمیدونم یگان چی گفتن. من چند بگم بعد همون رحمانوف در گگس بریدن در همین فیسبوک چند نفرها دیدم که مثال با ناراضگی بیان کردن. برادرای عزیز این کار نیست. به خدا نه گفتی برادر که گروه 24 تخم زد خیلی منم خرسان بودم. مثال ایناش دگه دادن من پکه ممکن با یک کار بینم که با شما خرسان میشه. این همه خیلی اصلا با نوبت های انشاءالله هر کس به قدرت توانایی خودش بگه مبارزش میبره.
بله، خب برادر سلامت عزیز، باشید. یک جهان تشکر، میندار که سلامت شما اشتراک کردید در برنامه ما. سلامت خدا باشید. نگهبان. سلام.